الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد از اینکه ما شما رکوع گفتیم، نه بعد از رکوع که استاد میشیم پس چی میگیم؟ سمع الله لمن حمیده. سمع الله بگوین. سمع الله لمن حمیده. سمع الله لمن حمیده. سمع الله میشنود الله سبحانه و تعالی. لمن برای کسی که حمیده او را حمد و ثنا و صفت میفرسته. سمع الله میشنود الله سبحانه و تعالی لمن سخنان کسی را که حمده حمد می نماید الله سبحانه و تعالی را. بسم الله الرحمن الرحیم. سمع الله مشنود الله سبحانه و تعالی لمن حمده هر کسی که سخنان کسی را که بر الله سبحانه و تعالی حمد و ثنا و صفات میفرسته. بسم الله الرحمن الرحیم. سمع الله میشنود الله سبحانه و تعالی لمن سمع الله میشنود الله سبحانه و تعالی لمن سخنان کسی را که حمده برای حمد و ثنا و صفات. سمع الله میشنود الله سبحانه و تعالی لمن سخنان کسی را که حمده حمد الله سبحانه و تعالی را بگوید. بسم الله الرحمن الرحیم. سمع الله میشنود الله سبحانه و تعالی لمن سخنان کسی را که حمیده حمد و ثنا و صفت خداوند را بگوید. سمع الله شنید الله سبحانه و تعالی لمن حمیده برای کسی که ثنا و صفت شد. بعد از اینکه ما و شما از رکوع خلاص میشیم، وقتی که سر خدا بلند میکنیم، اینو در زبان عربی قومه میگن. مثلا وقتی که یک قسمی چی میکنه سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم با سمع الله که استاد میشه آدم میره چی میگن؟ قومه میگن. این حال قومه که است. ما و شما در قومه رسول الله صلی الله علیه و سلم چندین تسبیحات گفته. از این جمله از این تسبیحات یکیش است ربنا لك الحمد. فهمیدین یعنی ربنا لك الحمد و ربنا ولك الحمد. فهمیدین یعنی این حال بگوین ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد. این ربنا ولك الحمد ترجمه میکنیم میگیم ربنا ای پروردگار ما ولك الحمد برای تو هست حمد و ثنا و صفات. این ربنا لك الحمد و ربنا ولك الحمد در دو چی است؟ یک معنا را میده. ربنا لك الحمد چه خیلی ترجمه؟ ربنا ای پروردگار ما لک برای تو هست الحمد و تمامی ثنا و صفات. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا ولك الحمد. ربنا ای پروردگار ما ولك الحمد برای تو هست الحمد ثنا و صفات. ربنا لك الحمد پروردگار ما برای تو هست ثنا و صفات. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا پروردگار ما ولك الحمد برای تو هست ثنا و صفات و حمد. ربنا لك الحمد پروردگار ما برای تو هست حمد و ثنا و صفات. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا ای پروردگار ما ولك الحمد برای تو تمامی حمد و ثنا و صفات. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا ای پروردگار ما لك الحمد تمامی حمد و ثنا و صفات است برای تو. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا ای پروردگار ما ولك الحمد ثنا و صفات است برای تو. ربنا ولك الحمد ای پروردگاری ما ولك الحمد برای تو تمام ثنا و ستایش. بسم الله الرحمن الرحیم. از تسبیحات دیگه که در رکوع آمده بالای امیر ربنا ولك الحمد در اولش اللهم آمده، یعنی ربنا لك الحمد بود و ربنا ولك الحمد بود. منتها آل سراردوی از اینا اللهم چی میشه؟ داخل شده. یعنی به این قسم هم در احادیث رسول الله صلی الله علیه و آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم در موضوع خودی را هم میگفتن که اللهم ربنا ولك الحمد. بگوین اللهم ربنا لك الحمد. اللهم ربنا ولك الحمد. خب اللهم یا الله ربنا که تو پروردگار ما هستی
لک الحمد برای تو حمد و ثنا و صفت است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا الله، ربنا تو پروردگار ماستی، ولک الحمد ثنا و صفت است برای تو. اللهم یا الله، ربنا پروردگار ما، ولک الحمد و ثنا و صفت برای تو است. بعد از که ربنا ولک الحمد یا اللهم ربنا ولک الحمد، بعد از او چی است؟ مثلا ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما شئت من شیء بعد. اینا ما شما میخواین بگین ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما شئت من شيء بعد. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. خب ترجمه از این میشه که ملء السماوات به پری آسمان ها، ملء السماوات و پری آسمان ها، و ملء الارض و به پری زمین، و ملء الارض و به پری. ملء به معنای پر است، یعنی مثلا میگه که اللهم ربنا ولک الحمد، پروردگار ما برای تو چی است؟ اللهم ربنا ای پروردگار ما، ولک الحمد برای تو چی است؟ حمد و ثنا و صفت است. اینمی حمد و ثنا و صفت به چی اندازه؟ ملء السماواتی و پری چی؟ آسمان ها، و ملء الارض و به پری، یعنی حمد و ثنا و صفت است به اندازه پری آسمان ها و به اندازه پری زمین. فهمیدی یعنی؟ و ملء ما شئت من شیء بعد، و به پری هر چیزی که بعد از اینا خواسته باشی، یعنی هر چیزی که ما او را اندازهش نمیفهمیم به مو اندازه بر الله سبحانه و تعالی چی هست؟ حمد و ثنا و صفت است. فهمیدی یعنی؟ بعد از ربنا لك الحمد میخونیم. بله بعد از ربنا مستقل است. خب بعد از همین میخونی دیگه. اول ربنا لك الحمد بعد بعد از خب همین معنیش همین میشه. میگه ربنا ولک الحمد، باز حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه و هم آمده و ای هم آمده است که ملء السما، یعنی ربنا ولک الحمد ملء السماوات. ملء السماوات چی معنی؟ ملء السماوات بگوین به پری آسمان ها، ملء السماوات به پری آسمان ها، و ملء الارض و به پری زمین، و ملء ما شئت و به پری هانچی که تو خواسته باشی، من شیء از چیزی، بعد و بعد از آن. ربنا ولک الحمد و تمام ثنا و صفت. ربنا ای پروردگار ما، ربنا ای پروردگار ما، لک الحمد تمام ثنا و صفت برای توست. ملء السماوات و پری آسمان ها، و ملء الارض و پری زمین، و ملء ما شئت و پری آن چیزی که خواسته باشی، من شیء از چیز بعد از این، یعنی بعد از آسمان ها و زمین هر چیزی که هست به پری از زمان ها. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا الله سبحانه و تعالی، ربنا تو پروردگار ماستی، ولک الحمد و تمام حمد و ثنا و صفت برای توست. ملء السماوات به اندازه پری تمام آسمان ها، و ملء الارض و به پری تمام زمین، و ملء ما شئت و به پری هر آن چیزی که من شیء که خواسته باشی، من شیء از چیز بعد که بعد ها باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا الله ربنا تو پروردگار ماستی، ولک الحمد و تمامی حمد و ثنا و صفت بر توست. و ملء السماوات و پوری آسمان ها، و ملء الارض و به پوری زمین، و ملء ما شئت و به پوری که هر چیز تو خواسته باشی، من شیء بعد از چیز بعد از این. اللهم یا الله ربنا تو پروردگار ماستی، ولک الحمد و حمد و ثنا و صفت است برای تو. ملء السماوات به پوری آسمان ها، و ملء الارض و به پوری زمین، و ملء ما شئت و به پوری هر آن چیزی که تو خواسته باشی، من شیء از چیز بعد و بعد از این. اللهم یا الله ربنا تو پروردگار ماستی، ولک الحمد و تمام ثنا و ستایش برای توست. ملء السماوات به اندازه پوری آسمان ها، و ملء الارض به اندازه پوری زمین ها، و ملء ما شئت به اندازه پوری آنچه که تو خواسته باشی، من شیء بعد و شیء از چیز بعد.
یک تسبیح دیگه که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده عین امی عبارت است، منتها ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما بینهما، فقط و ملء ما بینهما یعنی به پوری آنچه که در بین آسمان ها و زمین است. اینی ملء ما بینهما زیاد شده، فهمیدی؟ یعنی بخوانین ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما بینهما و ملء ما شئت من شیء بعد. ملء السماوات و پوری آسمان ها و ملء الارض و به پوری زمین و ملء ما بینهما و به پوری آنچه که در بین آسمان ها و زمین است و آنچه به پوری آنچه که بینهما در بین آسمان ها و زمین است و ملء ما شئت و به پوری آنچه که خواسته باشی من شیء از چیز بعد از آن. این حال بعد از این ما شما چی میگیم؟ ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. خب ترجمهش میگم ربنا ای پروردگار ما ولك الحمد و برای توست حمد و ثنا و صفت. حمدا حمد و ثنا و صفتی که کثیرا بسیار زیاد است، طیبا بسیار پاک است، مبارکا فیه بسیار برکت است در آن. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا ولك الحمد. ربنا ای پروردگار ما ولك الحمد و تمام ثنا و صفت است برای تو. حمدا حمد کثیرا زیاد، طیبا پاک، مبارکا فیه بسیار برکت است در آن. ربنا ای پروردگار ما ولك الحمد تمام حمد و ثنا و صفت است بر تو. حمدا حمد کثیرا بسیار زیاد، طیبا پاک، مبارکا فیه که در آن برکت است جا. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا ای پروردگار ولك الحمد تمامی حمد و ثنا و صفت برای توست. حمدا حمد که کثیرا بسیار زیاد است، طیبا بسیار پاک است، مبارکا فی بسیار برکت است در آن. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا ای پروردگار ما ربنا ولك الحمد و تمامی حمد و ثنا و صفت است برای تو. حمدا حمد کثیرا بسیار زیاد، طیبا بسیار پاک بسیار پاک و مبارکا فیه که در آن بسیار برکت است. ربنا ای پروردگار ما ولك الحمد و حمد و ثنا و صفت است برای تو. حمدا حمد که کثیرا بسیار زیاد است، طیبا بسیار با برکت است، مبارکا فیه که بسیار برکت است در آن. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا ای پروردگار ما ولك الحمد تمامی ثنا و صفت است برای تو. حمدا حمد که کثیرا بسیار زیاد، طیبا مبارک، طیبا پاک، مبارکا فی بسیار با برکت است. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا پروردگار ما هستی ولك الحمد حمد و ثنا و صفت است برای تو. حمدا حمدی که کثیرا که بسیار زیاد است، طیبا بسیار پاک است و مبارک فیه و بسیار با برکت. الرحمن الرحیم. ربنا ای پروردگاری ما ولك الحمد برای توست حمد و ثنا و ستایش. حمدا به یک نوع حمدی کثیرا زیاد، طیبا پاک، مبارک فیه در آن.
خب از جمله دعاهایی که از رسول الله صلی الله علیه و آله یا تسبیحاتی که از رسول الله صلی الله علیه و آله در قومه ذکر شده که هر مسلمان اگه خواسته باشه اجر و ثواب است ان شاء الله تعالی، این هست که میخوانیم که اهل الثناء والمجد. بگوین اهل الثناء والمجد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الترجمه شو میخوانیم که اهل الثناء یعنی اهل، یعنی کسی که ذاتی که اهلیت یا قابلیت ثنا و مجد یعنی ابو بزرگی را دارد. اهل الثناء والمجد. بگوین اهل الثناء والمجد، ذاتی که شایسته ثنا و صفت است و شایسته بزرگی است. اللهم یا الله سبحانه و تعالی لا مانع منع کننده نیست لما اعطیت برای کسی که چیزی را بدهی ولا معطی و دهنده نیست لما منعت برای کسی که چیزی را منع بنمایی ولا ينفع و نفع نمیرساند ذا الجد انسان کوشش کننده را منک الجد از تو که سعی و تلاش کند. یعنی بر از او فایده نمیرسانه وقتی که رضایت الله سبحانه و تعالی نباشه. فهمید؟ یعنی اهل الثناء والمجد فکرتان بگیم ما براتون بگیم که باز براتون آسان شود. خب مثلا وقتی که ما شما میگیم ربنا ولک الحمد، پروردگار تو با چی است؟ ربنا لک الحمد، پروردگار بر تو چی است؟ حمد و ثنا و صفت است. اهل الثنا یا الله تو اهل چی هستی؟ یعنی اهل ثنا و صفت هستی. شایسته چی هستی؟ ثنا و صفت هستی. والمجد و شایسته چی هستی؟ بزرگی و عظمت هستی. باز میگه اللهم یا الله سبحانه و تعالی، اللهم یا الله لا مانع، یعنی برای الله سبحانه و تعالی خطاب میگیم یا الله سبحانه و تعالی لا مانع لما اعطیت، یعنی چیزی را که پروردگار تو بیتی برای مانع نیست برای آن چیزی که تو برای کس بیتی. یعنی بر الله میگیم که یا الله وقتی که تو برای یک نفر صحت بیتی و عافیت بیتی و عزت بیتی و کرامت بیتی کسی ممانعت کرده نمیتونه. ولا معطیه لما منعت و کسی چیزی داده نمیتونه وقتی که تو او را چی کرده باشی؟ منع کرده باشی. ولا ينفع ذا الجد و فایده نمیکنه برای کی؟ برای کسی که سعی و تلاش میکنه. منک الجد از مشیت تو و از اراده تو سعی و تلاش کسی، یعنی اگر کسی هر قدر سعی و تلاش بکنه که بخواد یک کار بکنه وقتی که او اراده الله نباشه او کار کرده نمیتونه. از همین خاطر انسان همیشه میگه پروردگار تو مرا هدایت بکو، یعنی مرا توفیق هدایت بده، توفیق نماز بده، توفیق عبادت بده. این کلش از فهمیدین ان شاء الله. اهل الثناء بگوین اهل الثناء شایسته حمد و ثنا و صفت والمجد و شایسته بزرگی و عظمت. اللهم یا الله سبحانه و تعالی لا مانع لما اعطیت، نیست هیچ منع کننده برای کسی که چیز را تو بیتی. آفرین. ولا معطیه و نیست هیچ کسی که برای کسی چیزی بدهد لما منعت برای کسی که او را چی کرده باشی؟ منع نموده باشی. ولا ينفع و فایده نمیرساند ذا الجد صاحب کوشش را من که از تو الجد سعی و کوشش، یعنی و هر قدر که سعی و کوشش بکنه او نمیتونه که بغیر از اراده الله کاری را انجام بده. فهمیدین؟